دوستان عزیزم، درود بر شما. شب شما بخیر. خیلی مخلصیم. امشب هم ما یه غذای فستفودی بسیار طرفدار تو بازار، البته به روش کاملا کاربری و ساده براتون ارائه میدیم به نام سوسیس بندری. بریم که مواد تشکیل دهندش رو با هم ببینیم. تو سوسیس بندری پیاز هست، فلفل هست، فلفل قرمز هست، زردچوبه هست، نمک هست، تخم گشنیز هست و ادویه کاری و به علاوه فلفل دلمه. خب بریم که پیاز با هم داشته باشیم. خب فلفل هم بهش اضافه میکنیم. فقط باید یاد داشته باشیم که پیاز باید طلایی نشه، فقط ملایم بشه و تا قشنگ با موادی که بهش اضافه میشه به خورد هم برن و میکس بشه. خب دوستان عزیز، ربم بهش اضافه میکنیم و یاد داشته باشیم که در پایان کار وقتی سس این قوام اومد، نصف لیوان آب روی سوسیس اضافه میشه که قشنگ حالت میکسی به هم بدن و خوش‌طعم بشه. ما الان رب رو قشنگ سرخش میکنیم، به قوامش میاریم و از یوگرت هم بهش اضافه کنیم. سیرم میشه توش بریزیم و استفاده کنیم چون خیلی خوشمزه و لذیذ میشه. خب دوستان عزیزم، سوسیس هم بهش اضافه کنیم. این از سوسیس و اینو شروع کنیم به هم زدن. خب دوستان عزیزم، تا پایان با ما همراه باشید. خب دوستان عزیزم، اینم از پایان کار ما. امیدوارم که ببینید و لذتشو ببرید، درست کنید و حالشو ببرید. و اینم نمره لبه. بازم تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که لطف کردین تا این دم همراه ما بودید. شب روزتون خوش، مانا و پایدار باشید.